Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. хабари хуш алхусус барои мардуми шарифи Бадахшон. Мирзонабод, Алишер Мирзонабод ранги саг кушта шуд. Бурдан дар дарё партофтанаш, мошину пошин киди дар ин дарё бирафт. Саг мур шуд. خطاب با مویلسای خوایلسای رحمانوف، هر انسانی که این ظالم را پشتیبانی میکند، این پدر لعنتی آخی پدر را طرفداری میکند، این ظالم تاجیک کش را پشتیبانی میکند، عاقبتش وای است. رنگ انمی علیشیر میرزاناباد، رنگ دیگر ولی حکمک تیاریت بین، رمضان رحمزاده تیاریت بین. تو در دست ما نغلطیده هر شما بدبختا رحمان شما سرنگون میسازد. و همه خاطر مردم شریف بدخشان میرزاناباد چقدر برای شما خیانت کرد، امروز رنگ سگ کشتنشه. و همه خاطر هر ظالمی که مردمی بیگناه را قتل میکند، تهمت میکند، مردمی بیگناه را عذاب میدهد، تهمت های ناحق میزند، حتما الله مهربان جزای وی را میدهد. رحمانوف میرزاناباد را امروز بی‌ضرر گردانید. به همین خاطر مایلسا عاقبت هر یکی شما علمین است. حاضر من بخشش میپرسم، در این باره بسیار گپ زدن نمیتوانم، وقتم کم است. ولی هر ظالمی که این مردم به خیانت میکند، این مردم به زوری میکند، این مردم به خودنمایشدهی میکند، بداند که از وی زورتر هست. وی زوره که پروردگار ما و شما هست. مطمئن باشن که هر کسی که رحمان فی ظالمی به خدای دشمنی الله و دشمنی رسول الله را پشتیبانی کرد، وی رنگ سگ کشته میشود. طرفدارای رحمانوف چشماتان باز کنید. میرزاناباد رئیس شهری خاروغ رنگ سگ کشته شد. اکنون نوبتی که میامده باشد. این برای مردمی بدخشان توی است. این حرامی ها با از مرگ اینها باید خرسندی کردن در کار. این قاتل ها، این دشمن ها رحمانوف را یاردم دادن و رحمانوف آنقدر برادرای بدخشان را کشت، اکنون خودشان رنگ سگ کشته شدند. به همین خاطر دعای این مردم، دعای مردم مظلوم به حرامزاده های قاتل های مغول و منغیت ها بترسند که حتما دعای مظلوم بپرده است در نزد الله یک و یگانه. رنگ میرزاناباد سگ مر میشدگی ها اکنون تیارتیان بینید. شما دشمن های ملت به خاطر کرسی، به خاطر خانواده اتان، به خاطر 400 پول حرام این مردم را ظلم و ستم کردن، اکنون سگ مر خواهند شد. حیات شما وای است. میرزاناباد رنگ سگ کشته شد. انا خیل دیگران هم میمورید. فردا بعد سر شما، بعد سگ مر شدن و حرام مر شدن شما قاتل ها، هیچ کس با نام نیک شما را یاد نمی کند. فقط شما را لعنت میکنند. این ملت شما را دعای بد میکنند. شما در نزد پروردگار از این قدر ظلم و ستم و کشتار و این مردم را عذاب دادگیتان جواب خواهند داد. نوار را حاضر من نشر میکنم. مردم شریف تاجیک بینتان و یگان کس خدا رحمت نکند نگوید. خدا رحمت کند گفتی، دان که تو پیروی ظالمی به خدای رحمان هستی. این قاتل ها ملت را عذاب دادگیان، ملت را کشتگیان، ملت را زیر پا کردگیان، اینها را همدردی کردن در نزد پروردگار جوابگری است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم شریف تاجیک انشاءالله پیروزی نزدیک است. نترسید از این توده اباشی حرامزاده.